سلام، چه بوی خوش آشنایی با اون مردم دیده روشنایی. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم بهر هر یک شما. و امروز جماعت شهنان در طرفخانه همدان بابا هستیم که برای تبریک کردن خانواده رستم ممک که امروز بزم بالای بزم است. در این خاندان ختنه سهراب جان و عمران جان را، زادروز رستم ممک را، زادروز دختر نازنینشان که امروز انتظار بانو 18 ساله شده است و البته اولین قدم هایشان را به خاندان پدرشان میگذارند. امروز طلبان است در این خاندان و این بزم زیبا را همراهی شمایان به هم میبینیم. خود را احتیاط کنید و با ما باشید. تیار باشیم، رفتیم. دوستان عزیز، عزیزان دل، پدر مادران مهربان، امروز یک بزم زیباست، روزی خرسندی است. البته در این روز شادباش از نام صاحب تویان، از نام امروز صاحب جشن ها، از نام خانواده رستم اکا، داستان اکا، دوران جان، عمر امک، بهادر اکا، از نام اولاد کلان ستار و فابه هر یکی شما خوش آمدید میگویم. چقدر که امروز در بزم زیباست باید که یادآوری کنیم روح ارواح گذشتگان شاد باشد. البته که امروز شادروان، شاهستان طلایی خاندان، پدر عزیز ستار بابا که یکی از آن حافظان خلقی عالی که عزیز ما بودند که تا حال در دل و دیده مردم نامشان وردی زبان است. چقدر که از انسان نامی نکو میماند میگویند بگذار در این جامعه فقط نامی نکو بمانیم و در این خیل بزمهای زیبا نامهای نکو را وردی زبان کردن نصیب کند میگویم. خدا رحمت کند ستار بابا را که امروز از آن آسمان بهر فرزندان، بهر نبیره و عبیره هایشان که امروز ختنه‌ای دارند دعا میکنند و البته پدر مادر مکنونایتی که امروز در قید حیات نیستند، در آن آسمان، در آن بهشت بهر امروز تویداران دعا میکنند. خدا رحمت کند یکی از معلم های زبردست دهه عزیز ما که از همه کسب های پرشرفترین که این آموزگاری است، استاد زایدوف که امروز همراهی ما و شما نیستند. البته مادر مهربانشان، مادر غمخوار، مادر عزیز و دلبند خاندان مولود خاله امروز همراهی ما و شما نیستند. خدا کند که خداوند کریم روح ارواح گذشتگان را شاد کند، آخرتشان را آباد کند، گورهایشان را پرنور کند میگویم. امروز البته عزیزان امید میبخشیم که از آن آسمان هر نفران گذشتگان نیاگان ما وقتی امروز تویداران دعا کرده از آن آسمان خرسند و خوشحال همراهی ما هستند که در این خاندان بزم است. بگذار این خیل بزمهای زیبا همیشه هوایدا باشد و در این خیل بزمهای زیبا شما را آمده تبریک کردن نصیب کند. مهمانان عزیز، در این خیل روزهای خرسندی باید سخنهای تبریکاتی باشد و مکنونایتی تویها مبارک باشد. و البته دخترک نازنینتان که امروز رستم ممک در روز زادرویزشان در خاندان پدر امروز اولین بار مهمان شده ایستادند. مرحبا، نزدیکتر استیم. و البته امروز تکلیف میکنیم انتظار بانو را به نزد پدر و مادر. مرحبا مادران عزیز، مادران مهربان و غمخوار و دعاگوی. مرحبا مگرانایتی، نصیبایتی، نرگیزایتی میخواستیم یک دقیقه وقت شما را گیریم و صحنه تکلیف کنیم. امروز در این خاندان بزم است، توی بالای توی است. مرحبا مگرانایتی کنی خدا شما. مرحبا توی ها مبارک باشد مادر عزیز. داستانکه مرحمت دوران جام کردی همراهی دعا و صحنه تکلیف میکنیم شمایان را. مرحمت رستم ممک زادروز مبارک باشد. امروز 17 در آماده می 18 بمی 16 حالی 16 ساله بگذارن هم خیل جوانیت هم به چشم نرسد و همراهی مکنونایتی عمری دراز نصیب کنند. من امروز در روز خرسندی قرضی باباگی را اجرا کرده ایستاده. خدا کند که عبراتهای ها برساند شمایان را همراهی مادر جان عزیز به صحنه تکلیف کرده تبریک کنیم. امروز میلاد امور را، روزی تولد را صمیمانه مبارک باد میگویم. از نام فرزندان، از نام داستانکا، دوران جان، از نام انتظار بانو شما را تبریک میکنیم. بگذار همیشه مانند امروز خرم و خورشید و همیشه شادمان شده گردید. زادروزتان مبارک. امروز در خاندانتان تا امروز صاحب تویان سهراب جان و عمران جان هم مانند خودتان هم خیلی انسانی نکندام شده با وای رسند.
روزی خورسندی را مبارکباد میگویم. در خاندانتان قریب یک هفته باز رستمک توی است. بگذار هر روز توی شود. آوازی زنگوله گوهره با رویت سال آینده. علی مادر جانی عزیز در سری گوهره نشسته الله های ناز را خواندن نصیب کنند. بگذار همیشه خاندانتان توی شود و توی شود. ما از نام فرزندان شما را تبریک میگویم. گفتند که داستانکه دوران جان برای ما فرمودند که هم خیلی پدر انسانی نکنان بودند که همیشه در تنگی ها دنیا برین وسیع برای ما، در تشنگی ها دریا برین. برای پدرم رسانید که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دل ها، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهم جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی پیغم. امروز زادروز را مبارکباد میگویم. خدا کنید که 120 ساله شوید. خداوند کریم نصیب گرداند حاجی بابا شدن در روز حج آشیا شما را تبریک کردن نصیب کند. و سیمای شما برای مبارکه، برای بهادرک امروز ختنه را مبارکباد میگویم. دبیرها کلام شوانا در توی نکاحیشان آمده شما را تبریک کردن نصیب کند. مادران عزیز، مادران مهربان و غمخوار، مکنونایتی روز بزم زیبا مبارک. من خداوند کریم شمایان را به ختنه رسانده است. چند روز قبل در خاندانتان توی بود. پامه قلب شما، سرگویی شما، دخترک نازنین را به خاندان بخت خود بسیار کردید. بگذار در آن خاندان از خودشان زیاد شده صاحب یک چند فرزندهای صالح و صالحه کردند. همراهی اکبر جان یک حیات خوشبختانه را برپا کنند میگوییم. امروز فرزندان عزیز میگویند تشکر ما را برای مادر ما رسانید. ما فخر میکنیم که خیلی پدر خیلی مادر داریم. مادران ما چشمه مهر و محبت هستند. مادران ما مادران غمخوار و دعاگوی هستند. برای مادرم رسانید که صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم اوست این رو، صد داستان براید از یک جای مادر. مهمانان عزیز، از شما حضور میپرسیم که امروز وقتی شما رو بسیار میگیریم. در این خاندان در اولاد کلان ستارخ امروز بزم بالای بزم است. در زادروز رستم محمد، زادروز امروز انتظار بانو که 18 ساله شده است. البته ختنه‌های سهراب جان و امران جان را برگزار کرده ایستادن. باید که هر یکی آنها را ما تبریک گوییم. امروز انتظار بانو شما را از نام دو برادری عزیزتان، از نام دو قله‌هایی که مانند کوه دهه آهلی کمان هستند بهر شما، از نام پدر مادرتان تبریک میگویم. بگذار خاندانتان پرفیض و خوشنود و خوشحال شود و همیشه با یک لبخند در خاندان پدر مهمان شوید. حاضر در اینجا برادران میگویند دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر نازنینم را با طلبانش تبریک گویید، با زادروزش تبریک گویید. من در اینجا برادرانتان تبریک میگویم. گلبارانه مادن از شدمین تویها مبارک بید میلیانیمون با نزدیکتر. شما می خاندانم پیر و کلان و البته سروبر خاندان هستید، دعاگوی هستید، فرشته خاندان هستید. همیشه در سر فرزندان دعاگوی باشید و همیشه باشید. امروز خاندانتان با بزم است. البته از نام خودتان همه مهمانان رو خوش آمدید کنید. هر یک صاحب جشن ها را یک تا اشتراک تبریک کنید. مرحبا. سلام علیکم مهمانان عزیز. خوش آمدیدتان به درگاه فرزند شیرینم، به درگاه رستم، تاجی، بگیر، گلشاد، این کلن خواهراشون، این دوستان این دوران در زناشون خطیر. هر خدمه که مونده آمده نور دیده ای تاجی سر. من امروز 4 سپتامبر در رجدن انتظار، 8 سپتامبر در رجدن رستم. دوی اینی هم من تبریک مبارکباد کردن و اینا عمر دراز، جسم فراز. اینایم عمره که دراز خدا دادگی باشد. خدا من ولی میبره به هم باشد لایق شود الهی. الهی شامده هم یکاتون در باب چی چرای در پیش خوبی خدا تناور کنشیدیم. خدای عزیز شامده به درگاه ما نوری دیدن تاج سر همه هم یکاتون
تشکر. البته گلبارانه تویان مبارک باشد. حاضر امروز زادروز است. مقرونایتی شما اول آغاز کردنتان در کار باید که رستم ممک را در زادروزشان تبریک کنید پیش از همه. بعد از آن دختری نازنین را، پاره قلب را و البته شاخسران اصیل را یک تشریک تبریک میکنیم. مرحبا. تشکر میکنیم. البته مادران عزیز نصیبایتی در میزایتی باید که در بیره ها را تبریک کنیم. مرحمت. البته امروز روزی خرسندی است. مهمانان عزیزان یک دقیقه می‌خواستیم دقت شمایان را جلب کنیم. امروز در روزی بزم زیبا از فرزندان داستانکر دوران جان انتظار بانو خواستند که پدر مادر خود را ناعنعنوی تبریک گویند و یک سورپرایز را تیار کنند. اگر بمالال باشیم من در اینجا ما تحفه‌های ارزنده و زیبنده را تیار کردیم. در زیر صوت و صدا یک جای تحفه‌ها را و این تویخانه زیبا تکلیف می‌کنیم. مرحبا. برای پدری عزیزشان برای رستم اکر در روی دنیا هستم کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. یک فرسنگ میزنه میسپاره. مرحبا. مبارک باشد. و البته برای مادر عزیزشان مانند این هستم کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن برای مادر جانی عزیز. مکنون آیتی مرحمت. مبارک باشد. رمز تشکر فرزندان برای خواهر عزیزشان که امروز زادروزشان است.
فرزندان صالح و صالحان یادگار کتاب قرآن کریم را تحفه ساختند. مبارک باشد. البته حاضر رستم آمد در اینجا متنایی میگویند که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را نخواهم آبست و هر قیمت و هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد. بر کس گفتن در اینجا در روزی زادروزتان باز یک تحفه ارزنده و زیبنده را تیار کردن. میهمانان از ما خالی به یک خرسه زده. مبارک باشد. البته در اینجا میبینیم که گلدسته های تر و تازه، گلدسته های زیبا را بهر مادران عزیز، بهر بهشتان خاندان تیار کردند. البته مرحمت فرزندان عزیز بهر مادران گلدسته های زیبا را لفظی تشکر می‌سپارند. مرحمت. مبارک باشد. البته برای انتظاربانان که برس طلبانشان است از نام پدرجان عزیزشان تحفه های ارزنده و زیبنده را تقدیم می‌سازند. مرحمت. انگشترین طلا، گوشوارهای طلا. مبارک باشد. از نام مادر جانشان تحفه های ارزنده و زیبنده مبارک. من باز یک تحفه برای امروزه نوعروس نازنین ریزا مبارک می‌گویم. مبارک باشد. زادروز است بزم زیباست. من در اینجا شیرینی زیبا را تیار کرده آمدند. از افیسنت ها میخواستیم یک تا ستا تیار کنند. یک جای همراهی برسه پدر مادران همراهی دو صاحب جهشان نبیره های شیرینی را میبریم. بعد از آن باز بزم زیبا را دوام میکنیم. مرحمت. شیرینی را نزدیکتر میبیاریم. تارت ها را نزدیکتر میبیاریم. مرحمت. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cha cha cha. می‌خواستیم دعوت اکبرجان را هم به صحنه تکلیف کنیم. اکبرجان توی ما مبارک باشد. و نزد عروس نازنین نزدیکتر می‌ایستیم. شیرینی را می‌بریم. مرحبا. مرحبا. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Jai Maharani Jada. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. مرحبا. رستم آمد. یک جای شیرینی را می‌بریم. کنایت مرحبا. انتظار بانو مرحبا. داستانک دوران جان و نزدیک پدر نزدیکتر گل بارانه یک جای. شیرینی هم بریم تارتا بریم. مرحبا. مرحبا. اکبر جان انتظار بانو بزم زیبا را مبارک باد.
Ay, دختر چه تو؟ مبارک باشد. جور کنید رباب را جور کنید رباب را شوره تار میرسد جوره کشید جام را بین خمار میرسد باز و گوشی آسمان قصه کنند بهر چمن باز با وقتی من و تو یاد با یاد میرسد هیچ کس از همه دور نرفته یک جای در زیر سرودهای رقصی در زیر سرودهای بسیار هم زیبای سفران رجب زاد یکی شما را و سنت تکلیف ببینیم برقصیم خورسنده بکنیم تای در این خانه مبارک باشد مرحبا
بیننده های عزیز، امروز بزم زیبا را، روز خورسندی را کمی باشد هم یک لحظه بسیار هم خاطرمان را همراه شمایان به هم دیدیم. خود را احتیاط کنید، برای انسانیت پیش از همه سلامتی است. شما هستید که ما به چنین درجه ها رسیده ایستاده‌ایم. تکلیف باشد، مراجعت ها باشد، نامره های ما هست. البته تکلیف های شما را بالای دیده قبول کرده اجابت میکنیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. چشم